ایناش میگو که ماما جو خواب دیدم باش شدی من دا کرشک بریان کردی فریاد کرد کرشکی گفتی من باش شدم قند دادی من دا این اولش که بعدی جراحیه باباش میرد بقلشکه جمع کنه برای اینو که من آرزو دارم که پدر و مادرم خوشبخت باشم. میگن که کلون قرکد رفت برو کاشانه دادن که همه پوشله بلوش رایی کردن. خوشبختی نسبت تو چه میفهمی؟ خوشبختی من آن را میفهمم که خورسندی. من حلیم فیضت‌الله استقامت کننده ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بابای همین 4 تا کودک. من سال 2008 پسرچم زن دادم که مثلا هر یک کس آرزو میکنه که کلون خوبی خدمت کنه هر چی بود نبود خیلی زندگیشون علاهیده صاحب 4 کودکند و بچه دختره. سال 2018 واقعه که شید که نمیدونم ای به عقلیشون باشه این هم خونه که ما ایستادگیم همین خونه ده چیکار کردنی میبل کردنی بدن چیکار کردنی بدن ای روی به عقلیشون خیلی کردن نکردن همین کودک سوزوندن. اینه 3 ساله بود اول یک کودک دیدم من خیلی اوخی کسی نباشد. اینه اولش که بعدی جراحیه نه اول کودک در عذاب 10,000 هم مرا پیرود کردن یه اول دیدم اونجا رسمو هست. انا راست گپ عصبم ویران شد کلون نخونه همسایه اومد چی گپه چی خبره ای سوق خیلی گجوده میگردی همین عصبم ویران یوری تجلی در زنگ زدیم وی نغمه کرد نه اومد بر اومدیم پایون ده خیلی شخصوی خیرخواه هستند زنکوی اول دیدن تاکسی را گرفتن آوردن ما بردیم بعد نیسه خوب کردیم تا درجه رسید که کودک جراحی کردن حالتش نگذشته بود. یه روز در کار بودم در ریاست استفاده بری ناحیه شاه منصور کار میکنم زنگ زدن که بیو ما اومدم که برای گفت خیلی این مرا بیزور کرده جوابش میتین ما وردم در خونه موندم خیلی خشتمانش یکم نصیحتش میکنه بگه ای کار میون که میگن که کلون قرکد رفت. من ناظر منطقوی را تلفن کردم اومد گفتم که خیلی نمی اولا این خیلی برنیسه اومده وی کدگی این او خودی خریدگی کارتشکه و پیاز کلون رفتگی کودک همیشه سوزوندگی 1 تره برده 3 تا در خونه پرتافته رفتگی خیلی گفتیم ما تلفن کردیم که گمونه نفهمیدن گوش هم نکردن یک چند وقت گذشت سود مراجعت کردن همین 3 سال زیاد شد مسکون گفت علیمین گفت آخه کودک ها قطیمه بدن چه علیمین من میتین ما اگر تو ای عهده همی که برویی اگر تو بیا زندگی تکی نخواهی ای عهدهش برویی مالش ما علیمین تو در جدا میکنم علیمین جداش کردیم مسکونش کردن نه رو در کار با در کار مخی در ریاست کار میکنم امو دیوی شاه منصور ده تلفن کردن که خیلی بیا که ای سود آدم اومدگی خستم اومدم خونه که در اجروچه همونجا خیلی سلام علیک کردیم گفت که ما مسکون میکنیم ما گفتم که برادر عزیز مسکون کردن ده همین کلون فهموندن مگر یا دیگه آدم زندگی میکنن همین یک کار که مثال همین مسئله آب و سویت علاهیده کنن شد که چسبان پگه جنجال نشوه پگه آدم خری نشوه همین گفت ده که این طرف اومد خونه دیگری ده اجراچی ها گفتن یا میرون کوچه تی رون ما گفتم چه خیلی یا میرون او کودک ها را کجا میبرن او این خونه آتش دجا کردن نمیتونن نمیبرن گفتن خیلی من بحثی بیسون نکردم گفتم خیلی اختیارتون بگیره کاغذ کنیم ما کوچه میتیم یا نماینده سود بیاید رئیس محله را فیروز کنیم ما میتیم شون ما ایلا بگیرم برون
با شرطی که کودک‌ها را ناز نگاه کنن. همین اول گفتی بیا 5,000 آتش میگیرد. پلی سویت کرد، پلی وای آب کرد، پلی نلاگ کرد، پلی موسیر کرد. معلم ها بودن بروکاشون دادن که همین پوشاله بلوج رایی کردن. صد رفتیم گفتیم چیکار پس همون لباس آتش خریدگی نداد. کورپا یک تچن دو تچن گفت که برا تانه گیره دو یک چت خواب رد ای برای تگیره دو چش یک چت گیره دو خیلی اینای من دو چش یک گیرم دو چش یک. رستم امام علی برای کیابه 6 ماه دادن. در اونجا بردم خوشرو نگاه کردم. همه طرف خودش بیچاره نگاه کردم. من علمین هم یاد دادم. من اینو بینه که علمی دریدگی به هم میشه دوختم و آوردم همینجا همون صغیره خونه داد من دیگه زنک همون زویدش داد که همینو کهنی هم باشه برپرد. باباش میرد بقلش که جمع کنه برای اینو که یک تیکه نون امو علاحده میمونه میبیارم سخوری میکنم میتیم چیکار کنم قطعی اینو نمیدونم آردش خودم روغن خودم کرچی حالنامه سو دایر با رویاندن علمیم برآمده بود انا با 2 ماه 3 ماه همه تقریبا بعد همه علمه 3 ماه گویا گرگ اشتی بودن یا با برآمدی دفعه بررفت خیلی وای حالنامه جای کاری بچه‌ام رفت 7 ماه 3 ماه قراردادش همین کار کردن که 7 ماه بچه وای 200 میگیره وای 700 کودک‌ها قطعی ماه بود تا زیر قطعی ماهایی که همین کودک‌ها یه وقت گفتن که وقتی که مسکون کردن آوردن پرتوفتن ما علمین میسپردیم ما سوت ناحیه شاه منصور در مراجعت کردیم که چه موقع علمین بسپره بچه ما با مثال کودک بونی که نه اونجا ما علمین تا میسپردیم همین رئیسه سود در اومدن گفت که عریضه مراجعت کنه با عریضه معین کردن جای کودک ما عریضه نوشتیم اونجا ما را گفتن که برای رئیس محله ای همش بیاره که همین سند خلاصه ها که همین کودک ها قطعش ما همین را تیار کردیم سود ناحیه شاه منصور حبیب الله زاده یک معلومات نامه آورد و که پدر من 10 خانه داره 3 خانه را دادگی ایمه گرفتن جای زیستی یا را وحدت کردن گرفتن وحدت که کردن ما ای سود نماینده آوردیم پریستویتلای سود دادیم گرفتن رفتن کودک‌ها را گرفتن رفتن برای سر گفتم آخی این بعد 6 ماه گذشت اوی پلیو موسر کمنا نشونه مثل همش این کودک در عذاب خیلی من میدیدم که همین کودک حقیقتا در عذاب یا گفتم کودک بگیرن تبابت کنن یا چی کنن ما راستیگر همین مسئله قطعی پروکراتور شهر رفتیم گفتیم همین حادثه او گرفت ناظر منطقوی داد او گرفت دله را کار ما را عکس کرد ما خواستیم پروکراتور شهری در نویسوندیم شهری گرفت اونجا روی کرد حالنامه اوچاسکاری را پروکراتور شهری را گرفت بیکار رایونی را بیکار کرد گفت که ای نو دیلا که نه اقلا همین را تبابت کنن همین کودک ما را پرسیدن ما گفتیم که همین را بیا خیلی یاردن کنن تبابت کنن که این بچه آینده ای چی میشه این خنکی شود در عذاب ای کودک نه که ما را هیچ که گمونه گوش نمیکنه بعد که مراجعت کردیم جایی گرفتن جایی زیستی ها را وحدت کردن این بچه کلونی سوادش نگذار دخترها سوادش نگذار وحدت جای زیستشون معین کردن و وحدت بردن اینش میگو که ماما جو خواب دیدم بای شدی من در کرچکه بریان کردی فریاد کردی کرچکه گفتی من بای شدم قند دادی من در چوپی چوپس دادی میگم خدای هست از نخوا شما کلان شد یا تکنونی به وی نیابید خوری مقصدم که همین یاردم ده یاردم کنن که من همینو یه انون سیر کنم انون همینم تبابت کنم که همین میکنه ماما جا دارو نیسته همین خیلی میکنه خونریز میشه شبیه میشه
من لباساشون همیشه هم خشتابور سر لباس دارن در خنوکی هست و سر لباس زمستانی دارن خشتابور کهنه نفت جمع کردم من سمکه نمیگیرم الکه سمکوشو کنج عودمو میگیرم خیلی دروچی زورم نمیرسد معلم جون یگانه مراجعت ما که به مقامات های بالایی که همین یک کار شود که همین فرزندای من قطعی من باشن همه اوچهش ما در کمک هم طلب نمیکنیم اگر همه آدمی که استا بوده چی کرد همه کلان در رسی همین کار کنن که اگه مثال چیز ما را یاردم کنن ای وزارت ای گوجه ها ما راستگر همین گوده که خیلی یک موقتی 6 ماه گودکستان دا موندیم همونجا گفتن که میدگرداگ دا میکنن نه که این جراحی پلی کلان طلب میکنن شما خیلی امکانیت نداره نه اوخی من خودم 327 سون پنسه میگیرم اینی پنسه میگیره که همون خورد و خوراک شوندن من حلیما و مدینه صنف 4 من آرزو دارم که کلان بشم معلمه بشم بی بابا چقدر نگاه میکنن شما ساز مکتب در باهای چند قطعی میکنن 4 و 5 باهای 4 و 5 میکنن ولی چند وقت شد بودار تنان دیدی 3 ماه من حلیمه حسینه من در آینده میخوام که معلمه متن و سرود شوم برای آنکه طلبا رو درس دیم مادرت پسمون نمیشی؟ نه برای چی؟ برای آنکه ما رو خوب نگاه نمیکرد من حلیمه داران صنف 7 گ من میخواهم در آینده فوتبالیست شوم در وحدت شما یک مدت زندگی میکردید همراه مادرتون اونجا بهتر بود اینجا برای چی؟ برای اون که در اینجا شرایط خوب است اباکه 6 ساله 6 ساله امسال مکتب میرونی ها یکان شعر میدونی؟ ها چقدر کنی یک شعر کن افتابک انچگونه افتاب مثل باگونه مثل سب سفید ناسنین اتچن من بای من فکر میکنم که ماشین دسته کسیم دیویسی بلده ماشین لکسوس من میخواهم یک ماشین و یک توپ من آرزو دارم که پدر و مادرم خوشبخت باشن من آرزو دارم که عائله همان خوشبخت باشد خوشبختی نسبت تو چه میفهمی؟ خوشبختی من آن را میفهمم که خورسندی خورسندی باشد در خونه میشه